امروز 6 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی رو در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالای گلخوجه با شما در استودیو هستم. عزیزان، قبل از تفسیر خبر و گزارش رو به سرخط موضوع روز توجه کنید. مقامات توجیک в هفته یک سکانی ولایت سوخت و карантини کارمندان طب در این منطقه را توضیح دادند. اصل واقعه از زبان جبر دیده مجری توجیک میگوید بعد بحث لفظی کارفرمای روس به او در افتاد. نقاب نه تنها محافظتی بلکه یک عنصر زیبایی نیز بوده میتواند و یا چگونه طراحی توجیک نقاب‌های اطلس و اطرس را پیشنهاد میکند. امی ایده با لباس آمیخته کرده یک اکسسواری نو پیدا کرده و نقاب دیزاینری طراحی بر کند. مقامات وزارت تندرستی توجیکستان به خبر رادیو زودی درباره فوت یک مرد 60 ساله در نویه جبور رسولوف روشنی انداختند. مسئولین مرگ این مرد را تصدیق کردند و گفتند که او نه از کرونا ویروس بلکه از بیماری التیابی شش فوتیده است. این اظهارات در حال صدا داد که رادیو زودی از تحت کارانتین گرفته شدن 11 کارمند بیمارخانه این نویه نیز مطلب نشر کرد. به قول وزارت تندرستی تا امروز در تشخیص هیچ یکی از تحت کارانتین قرار داشته ها علامت‌های کرونا ویروس اشکار نشده است. علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف با جزئیات بیشتر. میرحمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید تشخیص کرونا ویروس در نسبت مرد 60 ساله در آزمایشگاه کرونا ویروسی در شهر دوشنبه انجام شده است. معاون وزیر گفت تشخیص بعد از آن انجام شد که این مرد با داشتن تب بلند و سلفه به بیمارخانه ناحیه جبور رسولوف مراجعت کرده است. بانک وزارت تندرستی مرگ این ساکن ناحیه جبور رسولوف را از کرونا ویروس رد میکنند، اما همزمان تصدیق میکنند که طبیبان بیمارخانه ناحیه را که این مرد زیر معاینه آنها قرار داشت به کرانتین فرستادند. خبری درگذشت یک مرد در ناحیه جبور رسولوف و کرانتین کردن طبیبان بیمارخانه سر و صداهای را در شبکه‌های اجتماعی و میان ساکنان به میان آورد. برخی مقامات را به پنهانکاری متهم کردند، از جمله اینکه تا کجا در منطقه‌های تاجیکستان تست کرونا ویروس دسترس شده است که مقامات مرد فوتیده در جبور رسولوف را از تشخیص گذرانیدند. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید عین حال غیر از دوشنبه در دیگر منطقه‌های کشور امکان انجام تشخیص کرونا ویروس وجود ندارد و نمونه‌های آزمایش از افراد گمانبر گرفته شده به پایتخت انتقال می‌یابند. با گفته او 8 ویروسولوگ در دوشنبه به تشخیص تست‌های کرونا ویروس مشغولند. معاون وزیر تندرستی تاکید نمود تا امروز نزدیک 3,500 نفر را که در کرانتین بودند از تشخیص کرونا ویروس گذرانیدند که در هیچ کدام از آنها سرایت چنین ویروس تصدیق نشده است. او میگوید تا حال 27,000 تست به تاجیکستان وارد شده است. با اطلاع وزارت تندرستی کشور تا امروز 6,151 نفر که از خارج به تاجیکستان وارد شدند به کرانتین فرا گرفتند و از این شمار 4,046 نفرشان را به خانه رخصت کردند و گفته می شود حالا بیشتر از 2,000 نفرشان در کرانتین قرار دارند. بینندگان عزیز، ما این موضوع رو پیگیری داریم و معلومات بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو زودی زیر نشانی www.azodi.org پیدا کنید. وضع اکبرجان خالقوف مجری که تقریبا یک هفته پیش با جراحت‌های شدید به بیمارستان انتقال یافته بود بهتر شده است. به قول پیوندان مفتشان الکی بیانات او را گرفتند. گفته می شود کارفرمایی که این مجری را از دویم ماشین‌های خوابگاه به زمین تله کرده بود با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد. اکبرجان خالقوف و همکاران او در رابطه با این حادثه چی میگویند در گزارش نوبتی میبینیم. اکبرجان خالقوف میگوید فاجعه هنگام تنفس نصف روزی رخ داد. آنها نماز میخواندند. معاون مدیر کارخانه ژلیشنیکی ناحیه کاپتیوا در مسکو اندری تریچاکوف از او به همراهانش طلب کرد که به کار برگردند. اکبرجان جواب میدهد که حالا تنفس است، ولی جواب به تریچاکوف معقول نشد. نقل خالقوف را همکارش طاهر لایقوف که شاهد بی‌واسطه این حمله بوده است تصدیق می‌کند.
начали гумадак ваз тарас кард мақсад чӣ гуфт аққурат кард баррасӣ гуфт ки чӣ намоз хондасе мақсад мумкин нест мақсад намоз бихонем бо як одами дигар мақсад намоз хондасе гуфт чӯ ва ё намоз хондасе шумо не мақсад хезе аққурат кард ё дашном кард мақсад баррасӣ мақсад мумкин нест бихонем не гуфт бурен гуфт ва бача ки мақсад озям бемор аст дар балниса ва дар ауҷа дар таблетка шитагӣ буд короче гирифт ҳамиҷаш гуфт ту чӣ шитагӣ бихе гуфт кашиди старш дар койка зад бо хеле шид ки як остинаш дар курка буд як остини дигаш ҳоли нопӯшида буд. баъдан ба нақли тоҳир лоиқов тричаков аз паси акбарҷон ба ҳоҷатхона рафт. дар он ҷо ин муҳоҷир пойафзолашро барои хушк шудан рӯи батарея гузошта буд. тричаков аз ҳоҷатхона танҳо баромад ва ба дарбон гуфт ки ёрии таҷҷилиро даъват кунад. آنها دو کس در آمدند و تریتیاکوف تنها برآمد و گریخت. ما از پسش دویدیم. دربان گفت که یک نفر از آشیانه دوم افتیده است. ما به بیرون برآمدیم. برادرمان در روی زمین بود. سرش کفیده و همه پوری خون. ما او را برداشتیم و یاری تجلیلی را زنگ زدیم. اندری تریتیاکوفро پلیس ناحیه کوپتیبو بازداشت نمود. акбарҷон холиқов дар шӯъбаи эҳёгарӣ бистарӣ шуд. ӯро ҷарроҳӣ карданд. ҳоло вазъи ин муҳоҷир беҳтар шудааст. феълан ангезаи он ки чаро тричаков муҳоҷири тоҷикро ба замин ҳаво дод маълум нест. пайвандони аҳмадҷон барои расидагӣ ба ин қазия ба ҳомиёни ҳуқуқ муроҷиат карданд. Сейчас ждем показания самого потерпевшего. حالا ما انتظار شهادت خود جبردیده هستیم. دیروز به شعبه پلیس ناحیه کپتیبو گفتند که شهادت جبردیده حل کننده خواهد بود. اگر گوید که او را طلا داده است، نسبت کارفرما از روی ماده کوشش کشتار پرونده جنایی آغاز می‌کند. خوشبختانه برای اکبرجان و متاسفانه برای تریچکوف مهاجر تاجیک زنده مانده و خاطره قوی دارد. حالا هر دو را تفتیشات و مرافعه‌های دوامدار دادگاهی در پیش است. بینندگان عزیز، تا این لحظه درباره شرح مقامات اویدی مرگ یک بیماری 61 ساله در نویه جبور رسولوفی ولایت سوخت و به هوش آمدن اکبرجان خالقов مجری لاتوکوب شده توجیک در مسکو گزارش داده. بعد یک آگاهی درباره درخواست نزدیکان گنرال محبوس غفور میرزویف و موضوع دیگر صحبت میکنیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات توجیک به درخواست نزدیکان غفور میرزویف گنرال محکوم شده برای گرفتن وکیل دفاع خارجی پاسخ رد دادند. مقامات گفتند قانونگذاری تاجیکستان داشتن وکیل دفاع خارجی را بجز از بحث‌های اقتصادی اجازه نمیده. غفور میرزویف که 16 سال پیش به حبس یک عمری محکوم شده بود، به گفته نزدیکانش میخواهد پروندهش بازبینی شود. جزئیات را مول رجب یوسفی میداند. نزدیکان غفور میرزویف گنرال سابق و سابق رئیس گارد پرزیدنت از حکومت تاجیکستان درخواست دارند که حقوق انسانی او در زندان رعایت شود. ماهی انور ریاست زندانهای تاجیکستان با تکیه به قانونگذاری کشور که داشتن وکیل دفاع خارجی را بجز از پرونده‌های اقتصادی منع می‌کند، به یک وکیل دفاع خارجی اجازه نداد که از حقوق‌های غفور میرزویف حمایت کند. عبدالسلام میرزویف 31 ساله پسری غفور میرزویف که حالا ساکن دوبای است میگوید پدرش در زندان در شرایط سخت معیشی به سر میبرد، کار نمیکند و از حقوق معاشرت با خانواده‌اش محروم است. تنها در یک سال 2 مرتبه خواهر غفور میرزویف حق دیدار با او را دارد. عبدالسلام میرزویف میگوید بار آخر عائله و فرزندان با پدر تلفنی سال 2006 2 سال بعد بازداشت و حبسش گپ زده بودند. میرزویف حق صحبت تلفنی و یا مکاتبه با نزدیکانش را ندارد. پسر کلانی غفور میرزویف گفت که وکیل دفاع کرا کرده آنها به تاجیکستان رفت تا با غفور میرزویف دیدار بینی کرده برای بهتر کردن شرایط نگهداریش تلاش کند.
او گفت با اینکه پدرش از زندان اجازه داد که وکیل از حقوق او حمایت کند، سردار ریاست زندانها با تکیه به قانون گفت ادوکات خارجی نمیتواند از حقوق او نمایندگی کند. با همین منوال وکیل دفاع تاجیکستان را ترک کرد. سال 2006 من 19 ساله بودم وقتی که آخرین دفعه با پدرم با تلفنی گپ زدم. اون زمان وای 2 سال بود که در زندان بود. پس از آن دیگه نه با تلفن نه خط میتوانم نوشته. غفار میرزایف 64 ساله سال 2004 بازداشت و بعد 2 سال با جرم‌های سنگین از جمله کوشش تبادلات دولتی، غیر قانونی نگاه داشتن سلاح و جرم‌های دیگر به حبس ابد محکوم شد. برای ادامه میدیم. تهدید کرونا ویروس نه تنها ساکنان را در گوشه‌های مختلف جهان نقاب پوش کرد، بلکه در دنیای مد نیز تاثیر خود را گذاشت. در این گیرودار آنها نیز هستند که میخواهند از بین عام با نقاب‌های خاص فرق کنند. وقتی طلبات پیش آمد، طراحان نیز دست به کار شدند. از جمله طراح توجیک نقاب را از اطلس و ادرس پیشنهاد کرده است. تفصیلات در گزارش امردین علیموف. این بهار طراح تاجیک نفیسه امرانова برای دوستداران مد همراه با طرح‌های نوی لباس‌های ملی یک آرایش جدید پیشنهاد می‌کند. نقاب‌ها از ادرس و اطلس هم اکنون جزء از کرته‌های نفیسه برای مشتریانش است. زن همه وقت ناز می‌بیند خوشرو باشد، یک لباس خوشرو به بر کند و فکر کردم که چی بانه اگر ما امی ایده با لباس آمیخته کرده یک اکسسوار نو پیدا کرده و نقاب دیزاینری طراحی به بر کنند. در پس منظر خبرهای زیادی ناراحت کننده در رابطه با کرونا ویروس و نگرانی‌های مردم، این طراح خواست با مردم کم خوشحالی بخشد. تهیه نقاب‌های مدرن پیشنهاد خود جوانان هم بوده است. حالا این طراح با گروه کاریش نقاب‌ها با نقش و نگار ملی و سوزنی را آماده دارند. نقاب‌های طراحی نفیسه را که از 4 تا 7 سامانی نرخ دارند، در 2 روز اول بیشتر از 100 نفر خریدند. این نقاب‌ها در خارج کشور هم خریدار پیدا کرده است. هرچند حالا بیرون از کشور بردن آنها غیر امکان است. تولید نقاب‌های رنگارنگ ملی از سوی یک طراح تاجیک در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بانفوذ در جهان اکنون شیوه کار خود را تغییر داده به استحصال نقاب و محلول‌های پاک کننده شروع کردند. در غرب برای مثال شرکت‌هایی که عطریات استحصال می‌کردند اکنون سانیتایزر تولید می‌کنند. در روسیه برای آنهایی که در شرایط افزایش کرونا ویروس هم می‌خواهند زیبا باشند، نقاب‌های غیر عادی تولید شده است. با زیاد شدن طلبات به نقاب‌های طبی در تاجیکستان هم چندین کارخانه نساجی و صاحبکاران به تولید آن شروع کردند. این کارگاه‌ها در یک روز از 5 تا 30 هزار نقاب طبی استحصال می‌کنند. طبیبان هم پیوسته تاکید می‌کنند که نه هر متاع می‌تواند از ویروس محافظت کند. از نگاه جهبه تنها متاع‌هایی که اصلا متاعی همون سان یا که مرد یا که هست، آنها از تست گذشتند. بنا به توصیه سازمان جهانی تندرستی، نقاب‌های طبی از کرونا ویروس حفظ کردن نمی‌توانند، ولی خطر سرایت را کم می‌کنند. و پرونده دلیر شریف روزنامه‌نگار مستقل توجیک رو برای محاکمه به دادگاه نایه شومنصوری شهر دوشنبه فرستادند. و از ماه انور باز در بازداشتگاه است. انتظار می‌رود روزهای نزدیک مرافعه شروع شود، اما تا حال سنه دقیق آن معلوم نیست. شریف رسما به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. نزدیکان و سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران این اتهام را بی‌اساس می‌دانند و آزادی هرچی زودی او را طلب دارند. وکیلان مدافع مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که از حق دلیر شریف حمایت می‌کنند 4 اپریل به رادیو آزادی گفتند پرونده روزنامه‌نگار روز جمعه به دادگاه نایه شومنصور ارسال شده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو و از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته می شود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالند. من باشم فردا صبح بر وقت شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.